سفر چی کدی؟ در خانه و رستوران کسی نیست خانم جان. قسمه که حد زده بودم. عزیز از ملکه محافظت میکنه. تو بازم پیش خانه و رستوران نفرمان. اگه ملکه آمدن فوراً او را گرفته به آدرسی که دادم بیارین. بچشم خانم. به دنبال اصل و کندالان باشین. از طریق رادیو تلفنشان هر چیزی که هست تحقیق کنین. فهمیده شد خانم جانم. بگیره بونوش بگی. چیزی نیست، یک زخم خورد است دیگه. او خلیل لودخ و مثل خرس است. تشویش نکو دخترم. اوه خوش آمدین آقا عزیز. ملکه عزیز چی شده؟ خلیل آمده بود، کاملا مثل دیوانا شده بود عزیز. درباره اصل پرسان کرد، میفهمه که تو فرارش داد. بعد از اون مرا اذیت کرد، گفت که یک زن متعهل تو در خانه عزیز چی کار داری؟ بعدن من گفتم که الهی بده الهی درست بده است، اما نه. درست است. آرام باش، آرام باش، گذشت. آرام باش، تشویش نکن، تشویش نکن. تو دیگه کار نکردی. تو فعلا آرام باش. خلیل اینجا نامده و یک چیزم نشده. تو دیگه تشویشی چیزی را نکن. درست است؟ تشویش نکن. با ما بانش. درست است؟ درست است. اگه من با ما رو ما اجازه نمیتون با تو ضرر برسم ملکی. تشویش نکن. بیا دیگه. پدر؟ آیسا زخمی هست. ناز نکن، کلانش نکن. چی شده پدر؟ خوب هستی؟ پدر خوب هستی؟ بگو دیگه چی شده؟ پدر کی همراهی کار کده؟ حالا بگو کار کی از کار احمد است؟ احمد چی دخترم؟ ملکه مرا با چاقو زد. چی؟ شب تاریک و رهباریک و بیم موج و گردابی چنین هایم، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. از خداوند فقط یک آرزو دارم عزیز، وامپیر شدن همراه تو، مردنام در آغوش تو. خداوند درد نبوده تو رو برم نشان نده عزیزم. ملکه مرا ببخش، دیروز مثل که وعده دادم آمده نتونستم. خوارم کم تب داشت.
تا صبح بالای سر او منتظر بودم. دکتر گفته بهش زیاده است، مثل که اونه بلکه قلب ما آتش گرفته. میفهمی خوارم نیست مثل دخترم از ملکه. میخوای مهربانی پدره برش بدم. دیشب تا صبح درباره تو فکر کردم، بالای سر ناز، درباره تو و آینده ما. اگه خوارم با اینقدر مهربانی و شفقت پرورش میدم، به خودم گفتم اگه صاحب اولاد شویم با دو چشمای ازش مواظبت میکنم. به خداوند دعا کردم انشالله خداوند به ما یک طفل نصیب بسازه. میخوایم یک دختر مثل مهتاب باشه، اخلاق و زیباییش مثل تو یا مثل خواهرم باشه. کنان؟ کنان؟ آقا کنان نیستن؟ آقا کنان رفت خانم اصلا. نوشه جانتان، بیا یک جای بخوریم شیرین. ما وقت آمدن یگان چیز خوردم ماما، سیر هستم. اصل چطور بود؟ خوب است مادر، تشویش نکن، فکرش کمه گدوده است. البته آسان خانه است، البته که فکرش باید گدوده شوه. امانتیاره که گفتم به اصل بردی بچیم. بردم برش دادم ماما، تشویش نکن. امانتی چی عزیز؟ نامایی را که به یک دیگر روان میکدیم اونا را برش روان کدم که بخونم بفهمه که چطور یک دیگه ما را دوست داشتیم، چطور به خاطر یک چیز ناخ از یک دیگه جدا شدیم. ملکی درست است، باز خوان. به نظرم که خوانده. من بعد از دادن نامه ها کم اعتنا ماندمش. وقتی برگشتم دیدم که خوش برده. عید ببینی بچیم، زده او تمام نمیشه. او قسم نگو، وقتی عمق محبت شما را بفهمه او هم زده خدا فراموش میکنه. لالایم کجاست؟ او را به شرکت روان کدم، خواستم که من متوجه اوضاع اونجا باشه. حالا دیمیر غلوها قار شدن، حتما میخواین که کاری کنن. خواستم یک بار تحقیق کنه که کدام کاری علیه ما جریان داره یا نه بچه. اینا حتما یک کار میکنن ماما، خوب کار کردی، باید آماده باشیم. صبح بخیر. صبح بخیر. رئیس از محکمه خبر آمد، سارنوال سارات دیمیر اغلو را گرفته. از خانم ناز چی وقت جدا شدین؟ والا اوقدر نامه ها را پیدا کردین، حتما فهمیدین که چی وقت جدا شدیم. سارنوال صاحب چرا پرسان میکنین؟ مشکل چی است؟ با سوالم جواب بتین قورال. شما برم نگوین که چه قسم کارم انجام بدم. بله، موکلم از همسر سابق خود ناز دیمیر اغلو 1.5 سال قبل در نتیجه 2 محکمه جدا شده بودند. سارنوال صاحب اوراق طلاقشان هم درج دوسیه است، میتونین ببینید. اما ناز دیمیر اغلو هیچ کدامش نبوده سارنوال صاحب.
به خدا آخرین بار که دیدمش گفت قواره تا شیطان ببینه. شاید به خاطر که قواره من نبینن آمده. جالب است آقا اورال. بعد از اینکه خانومتان شما را ترک کرد دیگه با هیچ کسی در ارتباط نشدن. با بیادرش هم خبر ندادن. حتی یک بارم به نزدیکترین دوستش زنگ نزدن. به شما جالب نیست آقا اورال؟ راستش اخلاق نازمی قسم بود. یعنی چی قسم براتان بگویم؟ کم بی‌وفا بود. متوجه حرکاتتان باشین. فعلا ده سارنواله ازارات میتین. از وقتی که نازدیمیروغلو از شما جدا شده بعد از او یک نفرم از او خبره نداره. فهمیدین؟ حتی به خاطر بیرون شدنش از کشورم کدام ثبوت نیست. نامش نه جایی ثبت شده و نه کدام بل به نامش از هیچ چیز نداریم. فقط که مرده باشن. فیلما را میپالی؟ نه فیلمایی چی؟ ابرا نکن. میفهمم در پشت فیلمایی که قصد جان الینا را کدی هستی. بله. احمد بیبی احمد من زیاد پشیمان هستم. اشتباه کردیم. اگه او فیلم در دست کسی دیگه بفته تباه میشم. احمد بیبی اقدر سالا ما سر یکی دیگه خود حق داریم. باور کن پشیمان هستم. میخوایی که من زندانی شوم؟ چی میشه اگه تو میفهمی بگو لطفا. او فیلم ها کجاست؟ نمیفهمم. بیاز اگه میفهمیدم من مرد نمیگفتم. احمد نکن. اگه تو مرا درک نکنی که مرا درک خواد کرد. ما عاشق شدی. بله میفهمم. یک کسی که حقم نیست عاشق شدی. اما چی کنم دیگه؟ اگه تو می بودی کارا نمیکردی. به خاطر محبتی که نسبت به ما داشتی کل چیز نادیده نمیگرفتی. احمد بیبی چی میشه اگه جای فیلم را میفهمی برام بگو. احمد برات آزار میکنم بگو. فیلم ها کجاست؟ میفهمم تو هیچ وقت نمیخوایی که من زندانی شوم. همه تو نیست. چی وقت اظهارات گرفتن؟ فهمیدم. تا آخرین دقیقه کدام ثبوت اوراق چیز نبود. اما تو نیست؟ درست است. برام خبر بدین. خانم جانان موبایل آقا اورال در اتاقش مانده بود. یک نفر چند دفعه زنگ زدم هم گفتم با شما بیارم. بته برم. بفرمایین آقا آلبرت. خانم جانان فکر میکنم آقا اورال وقت نداره. نه بفرمایین به ما بگوین. ما بعد از جستجوی بسیار زیاد بالاخره فیلم را به دست آوردیم خانم جانان. خواستم با آقا اورال خبر بدم. یعنی تمام فیلمای او شب است آقا آلبرت؟ بله خانم جانان. اگه میخواین خانه براتون روان میکنم. نه خیر. تا آمدن ما اونو پیشتان باشه. ما فوراً میاد. درست است خانم.
چی گپ شد؟ عیناً مثل که حد زده بودیم آقا اورال. ضرورت نیست که منتظر باشیم. در تصمیم گرفتنتان آزاد هستیم. بالاخره بعد از نوشتن تصمیم از محکمه برآمده میتونیم. درست است آلیس. بله گلشن کارو گدوات شده. گفتم برات خبر بدم. چی شده؟ تصویرهای را که می‌پولیدن کلش پیدا کردن. حتی ای بار به ما نشان ندادن. اگه خبر می‌داشتم وقتر برات خبر می‌دادم. جانان دیمیروغلو آمده بود. کلش دید. سرمان بسیار فشار آوردن. درباره تام ازم پرسان کردن. به خاطر دزگیری مجرم شکایت میکنن. باعث شاید مرا میخواین اظهارات مرا میگیرن. هوش کنی کارو نکنی. ببین اونا همراه این بازی میکنن لطفا. درست است. من برای زنگ خواد زدم. فعلا خداحافظ. آقا اورال آزاد شد خانم. منتظر تکمیل شدن بعض اوراق هستیم. عالی است. در موضوع دیگه هم حدس شما درست برآمد. خانم اصل عزیز توپراک اختطاف کرده. دوستا او را از طریق کمرای امنیتی نزدیک رستوران دیدن خانم. تصاویر بالا کردن خانم اصل در موتر است. پلیت محترم به نام عزیز توپراک ثبت شده. کجا بردنش؟ هنوز پیدا نتونستیم اما جای کندال تثبیت شده خانم. فوراً رفته کندال بیارین. فوراً. درست است. خوب شد به خیر گذشت آقا. زنده باشی سفر. کندال کجاست؟ جایش تثبیت شده آقا. حال با آوردنش میریم. شما نرین، من خودم میرم. آقا اورال، کندال عزیز اختطاف کرده. جنگ چیز شده میتونه شما رو به خطر نمندازیم. جایشو برام بگو سفر. من به تنهایی میخوایم اونجا برم. به هنگر بزرگ بیکوز بردنش. خو محترم است. کلی در کار خدا شوی. خانم زهر در اتاق کسی آمده بود؟ بله خانم ابرو آمده بود، به عجله رفتن. ابرو
باشه انشالله. بله خانم جانان. تو را هشدار داده بودم عزیز. گفته بودم خانواده من دخیل نساز. میفهمم اصلا تو اختطاف کردی و کجا نگاهش میکنی. اول عروس ما پیدا میکنم بعدنام همراه تو حسابی میکنم. فهمیدی؟ از دخترم دور باش. اگه با او دست بزنی تو را به دستای خود میکشم. نه در قصه زن بودنت از تو ما، نه از مادر بودنت. چی شده ماما؟ جانان جای اصلا پیدا کده بچیم. زود بریم قبل از اونا برسیم. حالا ما میرم. نه خیر، شما اینجا در خانه باشین، کار اونا بسار نیست. ما دخترم گرفته پس میایم. عزیز تو هر جایی که هستی باش، من بچه ها را از پشتت روان میکنم. بیهوش کنی جایی تکان نخوری. رئیس ژاله زنگ زده بود، دورال جایی کندال تثبیت کرده و گرفتن او میره. دیمیروگلو از هر طرف حمله میکنن. ماما تو متوجه اصل باش، او را لبه مبانی. خوب است. حافظ تو اینجا پیشی نباش، درست است؟ رئیس حافظ کار اینا معلوم نیست که چی میکنن. سعیس بفرمایین ایام چایتان. والا به زحمت شده. زحمت چی؟ حتما تشنه شدین. به خدا که تشنه شده بودیم. بسیار کار خوب کردین، تشکر. نوش جانتان. کجا؟ در داخل زیاد خسته شدم، گفتم برم کمی قدم بزنم. از 4 طرف خانه زیاد دور نشین. در این سر کجا برم؟ آمادگی یا عروسی چطور پیش میره رفیق؟ خوب است، مصروف آمادگی هستیم. این چای چقدر خوب مزه دار بود. الله کجا رفتن؟ قرار کرد. به کدام محکمه میره؟ درست است، فهمیدم. به خاطر کل چیز بسیار تشکر. بعد از ایش خودم حل میکنم. حسن حسن حسن
تو چی میکنی؟ دیوانه شدی؟ تو چقدر انسان پست و به وجدان هستی احمق. چطور این کار تانستی ها؟ خانم جان لطفاً آرام باشین، گپ میزنیم. من همراه چی گپ بزنم؟ حساب کاری که میخواستی دخترم از بین ببری میتی. خانم جان ببینین من یک اشتباه بزرگ کردم اما بسیار پشیمان هستم. تلفنت جواب بده مادر، جواب بده. دیگه برام هیچ چیز نگو. گپایت بس آران بالی بگو. بیا خانم جانان به من دست نزنی. گفتم بیا زود دموتر بالا شو. تو قصد جان دختر مکدی مام زندگی تا ازت میگیرم. گفتم به من دست نزنی. دعا کو که نمیکشمت. در زندان پست میدی، در زندان پست میدی دختر. قدر مطمئن نباش خانم جانا. ما تا حالا به هیچ کسی ای اجازه را ندادیم. بعد از این شام اجازه نخواد دادم. مطمئن باش. تو چی میکنی ها؟ این مثل یک راز بین هر دوی ما میمونه. متاسف هستم. برو.
کندال خوب هستی بچه؟ همراه چی کردن؟ کندال نه که براشان گفتی؟ نگفتی نه؟ چی شده دمیرغلو؟ اگه اقدر مطمئن هستی اقدر تشویش چرا اقدر میترسی؟ ها؟ یکی از افشا شدن از بین بردن ناز میترسی؟ ابرو آرام باش، سلا رو پس کن. 6 تا گپ میزنیم. درست است، تو را به پلیس تسلیم نمیکنم. من نمیخواستم که تو یک چیز شوه. من هر کاری که کردیم به خاطر عشقم کردیم و بس، به خاطر کنعان. تنها خواسته فقط رسیدن به او بود. نکن، چی میشه نکن. بیبی هنوز بسیار جوان استی، زندگی خدا تباه میسازی. نکن لطفا. از کار کمرای دخترم کدی نجات پیدا کده میتونی، اما اگه مرا از بین ببری این کار نممکن است. نزدیک نشو. آرام باش لطفا. حالا اون سلا رو پایین کن لطفا. گفتم نزدیک نشو. نکن، آرام باش، آرام باش. چی میشه این کارو نکن. حالا دیگه بسیار ناوقت شده، بسیار زیاد. صدا از اونجا از جنگل آمد. حالا بدو زود باش دیگه.
کشتن خانومه، از بین بردنش. با عمر صاحب زنگ بزن، با امبولانس زنگ بزن. قاتل هنوز هم اینجا است. حالا آدمای من اختطاف میکنی احمد؟ تو با سوالم جواب بده. کندال کجاست؟ گفتم کندال کجاست؟ میترسی نه؟ میترسی از افشا شدن جنایتی که مرتکب شدی، میترسی به این خاطر از گم شدن کندال میترسی. تکرار کردن گپایی که از این سپراک برات یاد داده هیچ فایده نداره ماهیگیر. چیزایی است که تو نمیفهمی. ناز رفت مرا الا کرد، درست است؟ من رفتن او را قبول کردم، اما او کلکلان از این سپراک با یک شکل ایران نمیفهمه، چون قبول نمیتونه که خواهرش ازش روی گشتن نباشه. فهمیدی؟ به او خاطر پشت مرا گرفته. خودش کم بود که حالا تو را بالای جان من ساخته. احمق، تو دروغ میگی دیمیروغلو. تمام دلیل جیغ زدن و سر زده و عصبانیتت همی است. او دختر تو از بین بردی، حتی نرفتی که بپولیش. وجدان و انسانیتت مانده، زندگی کل را تباه ساختی. پس از وجدان انسانیت ما دور باش ماهیگیر. از خانواده مام دور باش، از سلام دور باش، از خانمم دور باش. حسابش پس میتی به هر کسی که بدی کردی. همیاله همینجا حسابش میتی. نیکه تو میخوای از من حساب پرسان کنی؟ بله، من ازت حساب پرسان میکنم. مرسل کو. فقط ما دوتا. تو دیگه از حدت گذشتی احمق. اینجا سگای تحت امرت نیستن، فقط ما دوتا. تلفن ما بده برم. ما همه جای خوب بررسی کردیم، اما از نقتول هیچ اثری به دست ما نرسید. آمر صاحب، امر شما چی است؟ و پالیدن ادامه بدیم. فعلا شما کجا هستین آمر صاحب؟ با خانوادش خبر دادین؟ دوستا زنگ زده گپ میزنن آمر صاحب. از تلفن مقتول با بچه‌اش زنگ زدن. در جایی که حادثه رخ داده بود آمدیم، متاسفانه. درست است. حالا چهار طرفه با پولیدن شروع کنین. حالا دیگه وقت فرار کردن کدام اثر ازش مونده؟ بچه‌شه. پلیس ها صدای فایر شنیده باز اینجا آمدن؟ بله آمر صاحب. از کدام طرف؟ از اون طرف آمر صاحب. پستشان کمی پیشتر از اینجا است. درست است. کسی را دیدن؟ نه خیر نی، همی که شنیدن چهار طرفه دیدن، اما کسی نبوده. اگر با شنیدن صدای فایر فوراً آمده باشن، پس رو به طرف استقامت که حادثه رخ دادم میخوایم این ساحه را دقیق بپولیم. فهمیده؟ بچه‌شه. چند نفر رو همراهت بگی. حالا دیگه درست است. تو همراه ما بیایید.
چی شدن؟ الینا آرام باش. مرا شما همراهی کی گم بزنم. مرا تسلیم پلیس میکنی؟ همراه مادر مرال سابقا مرد.